الو بابا دولاب سوال هستم. مرحمت. شخص نمازهای 5 وقته نداره، جمعه هم نداره، فقط رمضان رو به خاطر مردم بدونه که من روزدار هستم میگیرد و تراویح هم همگونه میخونه. در اصل نماز نداره ولی عملهای صالح داره. همین گونه انسان از جمله متقیان به حساب میرود. سلام باشید. یا سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت موفق باشید. مسلمان باید مسلمانی موسمی نباشد. یعنی مسلمان باید که بنده رمضان نباشد که در رمضان روزه بگیرد، تراویح بخواند، دیگر بعد دیگه که تمام یک ماه گذشت بعد دیگه بنده خدا نباشد. مسلمان باید این بنده خدا است، بندگیش رو انجام بدهد. که دیگر وقت که دیگر نماز نمیخونه در رمضان نخونه دیگه گپ هم وجود نداره در اسلام. که خوند ثواب میگیرد، که نخوند گناه میگیرد. رمضان خوند الحمدلله، لیکن باید بعد رمضان هم باید بخونه. یعنی مسلمانی موسمی باید نباشد، مسلمانی واقعی باید باشد. مسلمانی واقعی که شد اون رو میگن پرهیزگار، شیخ، پرهیزگار، متقی، تقوادار. مسلمان باید که همیشه مسلمان یعنی تقوا چی؟ همیشه معامله و اعتقاد اخلاص بندگی و عبادتش با پروردگارش و همیشه رحم و شفقت و دستگیری و کمک به بندگان پروردگار میشود. متقی میشود، پرهیزگار میشود، خداترس میشود، کامیاب. حالا که کی چی میگه بگذار من رو، یعنی چی میگن دیگه چیزی میگن بگویم. مهم اساس من پیش خودم پیش پروردگارم پاک باشم. مسلمان باید که دیگران رو فکر نه برای دیگران، حالا بعضی برای دیگران میگه که خب دیگه رفیق بدادی به خاطر او یک گناهی رو کردم. در گور میرود اون رفیقت رو از عذاب نجات میده که به خاطر اون به گناه میروی، یا در گور از اون میپرسند که چرا فلانی این کار رو کرد یا که نکرد. خودت جواب میگویی، خودت مسئول تمام انجام داده عملهایت هستی. تمام عمل انجام داده رو سوالهایش رو خودت جواب میدهی. باید مسلمان و خاطر هیچ کسی گناهی نکند، و خاطر کسی باید یگان گناه انجام ندهد، چی نوشیدن باشد، چی فسق و فجور باشد یا چی دیگر. از جوانان عزیز تکرارا مراجعت و خواهش میکنم که از روی اون تجربه‌ای که هر روز میبینیم یا خوندیم یا دیدیم یا دیده ایستاده ایم، گروه های مضر ضررآوری که هر کسی از پیشتان گذشت به گناه نزنید. قسم به پروردگار، قسم خوردن خوب نیست، لیکن به خاطری که خوب دیگر در ذهن شما جوانان جای شود، قسم به پروردگار. انسانی به گناهی رو که به اساس شما ضرب لط میکنید، صدها ضرب لط و ظلم و ستم و بدبختی رو میبینید. هیچ ممکن نیست نبینید، چرا که این دنیا به صاحب نیست. اون پروردگاری که خلقت کرده است، عقل داده است، اگر میگه که این عقل دادگی من رو چرا استفاده نکردی؟ حالا در تنهایی یک بار فکر کردم فلانی هم جوانی رگزر رو زدم، برای چی زدم؟ او با من چی کرده بود که زدم؟ چرا اون رو زدم؟ چی ضرر به من رسونیده بود که اون رو زدم؟ یک بار در تنهایی بشین که همین روز چیکار کردی؟ نه تنهایی در بشین یک بار فکر کن که همین روز چیکار کردم، برای چی کردم؟ این چی عاقبتی بدی دارد؟ چی بدبختی بالای من میارد؟ و صبح که بیدار شدی نماز تکی خوندی بالای جای نماز یک بار فکر که همین روز چیکار باید کنم؟ این روز چیکار کردم؟ امروز باید چیکار کنم؟ اگر میخواهید که زندگی با برکت موفق و کامیاب و سعادتمند و عزتمند و با برکت، اگر مثل شیطان وری همیشه مضر ضرر به دیگران باشد، خود دیگر این وظیفه شیطان است. بین زن و شوهر و بین اکا و دادر و بین همسایه و بین این همه غوغا و دعوا و دشمنوگری و این همه رو ایجاد میکنه. این وظیفه شیطان است. زیان میرسونه. این وظیفه شیطان است. باید که وظیفه شیطان رو انجام ندهیم، باید که وظیفه مسلمان رو انجام بدهیم. و در اخیر از الله تعالی برای همه شما عزت و برکت و سعادت، توفیق و ایمان، هدایت کامل و عقل و فراست سالم و دوراندیشی و خیرخواهی. انا همین نیتی نیک و خیرخواهیت و قلقای بلند انسانی و با کمالات، انا همین نیتی نیک قلب صاف و پاک و خواهیت. الو
میبرد میرساند. با این همه آرزو این برنامه رو جنبش می نمایم و تو برنامه دیگر در پناه پروردگار باشید. همیشه کامیاب و موفق و سربلند و با عزت باشید. موفق باشید.